اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، این حلقه 18 ما با کتاب شرح عقیده طحاوی هست. خیلی که گفته بودیم کتاب یکم تمام شد خواهران عزیز و کتاب دوم رو شروع کردیم. الله به تمام کردنش نصیب کند. امروز یکی از موضوعهای مهم عقیده هست. راستی موضوعی که خیلی آخر وقتها بین یک چند نفرهای دست به کتاب نزده عالم شده و بین یک چند نفرهای دیگر تلاش هست. آن هم درباره اینکه یک مسلمان را کی باید کافر گفت، کی باید کافر گوید و کی یک انسان از دین خارج می شود و آیا به هر یک گناه مسلمان را می توانیم از دین خارجش کنیم یا نه. این موضوع خیلی مهم است. یعنی اساسی موضوع امروزه آن است و این چنین درباره چیزی که نمیدانه دربارش بحث کردن و آداب بحث کردن، یعنی از موضوعهای داغ است بین اهل علم. سبحان الله خواهران عزیز، یکی از جای شرمندگی گویم یا که یکی از کارهایی که امروز شده ایستاده است و خیلی انسان خجالت میکشد، این که میبینید یک نفری که الحمدلله و صلوات و سلام علی رسول الله گفته شروع میکند، در وقت بحث کردن از نطاق انسانیت میبراید، کلمه های را به دهان میگیرد که مصیبت این است که او با بسم الله شروع میکند، او به نام الله شروع میکند. یک آدمی از دین بیرونی فاسق اگر این گونه صحبت کرد میگفتیم خیر است، این یک بدین است، یا میگفتیم این یک فاسق گناهگار است که هر چی بگوید این چی هست و یک حیوان چی است. اما یک انسانی که خود رو اهل دین علل خصوص اهل توحید میگوید، بعدن هر چی به دهانش برآمده میگوید، شما حیران میمانید که دین کجا است و انسان کجا هست. که انشاءالله امروز در این باره هم صحبت میکنیم. چه خیلی گفتم به آدابی در وقت بحث مناظره کردن و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم با یهود و با نصرانی ها و منافقین وقتی صحبت میکردن یگان کلمه دشنام رو به آنها استفاده نمیکردند و ما امروز داریم چی کار میکنیم. اولا امام طحاوی میگوین و نسمع یا ببخشید و نسمی اهل قبلتنا مسلمین مؤمنین، و مایان اهل قبله رو، آنهایی که به قبله نگاه کرده نماز میخوانند، مسلمان و مؤمن میدانیم. یعنی مسلمان و مؤمن از هم خیلی فرقش کم است. مادامو بما جاء به النبی لله معترفین، مادامی که آنها به هر چیزی که پیامبر از طرف الله آوردن اعتراف میکنند. و له بكل ما قال و اخبر مصدقین، و هر چیزی که پیامبر گفتند و ما را خبر دادن آن را تصدیق میکنند. یعنی امام طحاوی در اینجا میگویند وقتی که یک مسلمان را دیدی که به طرف قبله نگاه کرده نماز میخواند، به یگان از احکام دین اعتراض ندارد، گفته الله و پیامبرش را قبول دارد، یگان خیلی اعتراض و سرکشی نمیکند، تو را مسلمان میگویی او اهل دینی ما هست. که این مسئله یکم بعد خیلی وسیع میشود خواهران عزیز. حاضر همین جملکت تمام میکنن، بعد از کمی این موضوع خیلی وسیع میشود. و در جمله دیگر میگویند ولا نخوض فی الله ولا نماری فی دین الله، و اصلا درباره ذات الله درون یا چقر نمی رویم. وقتی درباره ذات الله گفتیم، ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند شما هر چیزی که الله خودش را صفت داده باشد با آن صفت دهید. الله بینا است، الله شنوا است و الله سخن میکند، متکلم است، و اون چیزی که الله دربارش از خودش خبر نداد نکابید. این خیلی باشد یا این خیلی نباشد، این گونه چیز را نکنید. برای آنکه چی هست در این وقت شمایان به غلط می روید و حتی انسان های هستند که عموما از دین خارج شدن. الله چی خیلی است، الله چی گونه است. گفتم مؤمن به یگانگی الله، به تمام صفت و نام هایی که الله خودش را خبر داده است در قرآنش یا پیامبر خبر داد، به آن ایمان دارد، باور میکند. درباره ذات الله، خود الله چگونگی الله با فکرش چقدر نمی رود. و
درباره خودتون چقدر روید و فی انفسکم میگه الله در نفس خودتون هم آیت های هست، یعنی نشانه های بزرگی الله هست. درباره خودت فکر کن، درباره شخصیت خودت فکر کن، درباره مخلوقات الله فکر کن. هرچی درباره مخلوقات الله فکر کردیم، چه خیلی گفتیم ایمان ما زیاد می شود. هرچی درباره ذات الله فکر کردیم، انسان به خطاگی و حتی به گمراهی می رود. ولا نمار فی دین الله، و ما در دین الله برای اهل حق را شکست دادن میرا نمی کنیم. میرا خواهران عزیز همین نزاعها و یا گفتیم چی هست، با یک دیگر کشمکشی کردن و اگر این خیلی باشد چی، اگر اون خیلی باشد چی رفتن. در دوامش حالا میگویم ولا نجادل فی القرآن، و اصلا در مسئله قرآن با هم دیگر جدال نمی کنیم. یعنی تو این آیت رو گفتی بر ضد این آیت است. همین گونه حالا هستن، دو طرف به یک دیگر آیت می آورند که گویا که آیت های الله با هم ضد باشد. دو طرف حدیث می آورند، بجای اینکه جمع شوند حدیث ها رو با هم جمع کنن، آیت ها رو با هم جمع کنن، چیزی که تو میگوی سخن الله هست، چیزی که من میگویم آن هم سخن الله هست، یک جا شویم. نه برعکس، بر ضد گپ تو گپ من است، بر ضد گفته تو گفته من است، بر ضد استاد تو استاد من است. یعنی گویا دین رو به یک جنگجال خانه و نعوذ بالله حتی آیت ها رو به آیت و حدیث ها رو با حدیث جنگ و چنگ میزنن. یعنی این هم کاری چه خیلی گفتم کاری اهل علم نیست، این کاری اهل باطل و یک چند بی سوادی کتاب نخوانده خود خوانده است که خود را عالم میگوید. وگرنه در ما کتاب مشهوری محمد است، محمد شیبانی شاگرد ابو حنیفه، اختلاف ابی حنیفه مع ابی لیلا خطا نکنم بود نامش. چخیل در مسئله ها ابو حنیفه با عالم مشهوری همون زمان ابی لیلا اختلاف دارن. میبینید که چقدر علما در وقت با همدیگر در یگان مسئله بحث کردن یا بحث و مناظره کردن با هم احترام داشتن. در یگان جا نمیبینید که ابو حنیفه رحمت الله علیه یگان از عالم زمانشون که امام مالک در یک عصر با هم زندگی کرده بودن، در یگان جا حقارت کرده باشند، بی سواد گفته باشند، بی علم گفته باشند که امروزه ها رو میبینید تو علم نداری، تو بی سوادی، تو یک طرف است، چقدر تهمت دیگر رو اون هم بحث رو شروع میکنن با بسم الله و الحمدلله که صدقه همون بسم الله هم شوید و صدقه این گونه شمایان. یعنی حیف است برای شما بحث کردن در مسئله های علمی وقتی دو نفر طالب علم برآید و تمام تهمت و دشنام رو با هم دیگر میکنن که اونها مقصدشون رسیدن به حق بوده است. و اینجا میگوین ولا نجادل فی القرآن، ما در قرآن مجادله نمی کنیم. یعنی چه خیلی مجادله، اختلاف نمی اندازیم آیت ها رو. اینجا حدیث در صحیح مسلم است خواهران عزیز، حدیث رو اگرچه پیشتر خوانده بودم، همین روز گویا که باز من یکم بار خوانده باشم که عبدالله ابن مسعود میگویند من یکی از صحابه ها رو شنیدم که آیتی رو میخوان که اون آیت رو من خلافش رو از پیامبر شنیده بودم. یعنی گویا که آیتی که او میخوان من همون آیت رو دیگر خیلی شنیده بودم. سپس او رو گرفتم و گفتم همراه به نزد پیامبر می رویم برای اینکه تو آیت رو دیگر خوندی. وقتی نزد پیامبر آمدیم و گفتم پیامبر این آیت رو من همین گونه می خوانم، این آدم باشد، این صحابی این گونه می خواند، فعرفت فی وجهه کراهه، در شکلی در چهره پیامبر کراهیت رو دیدم. یعنی پیامبر از این کاری ما راضی نبودن، از اینکه من او رو گفتم بیا هر دو خیل آیت داریم، آیت هایمون با هم ضد دارن و پیامبر گفتند کلاهما محسن، هر دو هم درست هستید، ولا تختلفوا، اختلاف نکنید. فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، آنهایی که پیش از شما بودن اختلاف کردن و هلاک شدن. سبحان الله. ببینید که عبدالله ابن مسعود وقتی یک نفر رو نزد پیامبر می آورد که با او گویا اینها درباره آیت قرآن تلاش میکنن، پیامبر میگن گفتی هر دویت هم درست است. و در علوم قرآن است که خواهران عزیز بعضی در قرآن در وقتش با 7 لهجه نازل شده بود. یعنی بعضی آیت ها طریقه خواندنش یکم فرق میکرد و معنا دیگر نبود.
معنا دیگر نبود که پیامبر همه نمود روایت رو به صحابه ها خوانده بودند تا اینکه در زمان عثمان همه قرائت ها رو یک کردن که مصحف عثمانی شد. مثلا عبدالله ابن مسعود بعضی آیات ها رو، مثلا بعضی کلمه ها هست که معنا دیگر نمیشه بود، یک کلمه اضافه‌ای گفتیم یا اینکه یک کم طرز خواندنش دیگر. و پیامبر صلی الله علیه وسلم اول که این چیز رو بد میبینن که چرا با هم دیگر آیات رو اختلاف میکنید، دویمان میگن هر دویت هم درست هستی، نکنید این کار رو. سبحان الله، این کار رو نکنید، آیات رو به آیات نزنید، حدیث رو به حدیث زید ناندازید. و درباره اینجا چی میگن؟ ولا نجادل فی القرآن. خواهران عزیز، مسئله هایی که دربارش تلاش کردن ما به ایمان و به دین ما فایده ندارد، ما تلاشمون زیاد است. بهترش این نیست و این ردوه الی الرسول و الی اولی الامر کنیم، به پیامبر برگردانیم و به اهل علم برگردانیم، یعنی به حدیث های پیامبر برگردانیم. بهتر نیست اگه مسئله هست با هم دیگر اینقدر تو بی‌سوادی گویان نرویم. و در دوامش میگوین و نشهد و درباره همینجا مجادله خواهران عزیز و جادلهم بالتی هی احسن است. سبحان الله، پروردگار در قرآن و پیامبر امر میکند که حتی با اهل کتاب، با یهود و با نصرانی در وقت مجادله کردن، یعنی در وقت چه گفتیم بحث و مناظره کردن، با بهترین اسلوب بحث مناظره کنیم. بحث و مناظره مقصد حق رو آشکار کردن باشد، نه اینکه خود رو حق دانستن و طرف مقابل رو باطل دانستن. حتی با اهل کتاب در باره موسی هست، الله به موسی و هارون میگوید به فرعون و قل له قولا لینا، به او سخن نرم بگویید. فرعون که دشمن الله هست، از اون بدترین دشمن در آن زمان نبود. الله امر میکند که وقتی الله را شناس کردن، در وقت بحث کردن با او سخن لین بگوید. خواهر، میدان جنگ چیز دیگر هست، میدان صحبت. این رو دانسته مانیم که در وقت صحبت کردن کی نباشد، هم حتی فرزندت باشد، حتی همسرت باشد، دشمنت باشد، وقتی عصبانی شدی، وقتی طرف مقابل فهمید که مقصدی تو فقط خودت رو حق دانستن هست، اون طرف تو رو اصلا قبول نمی کند اگرچه حق باشی. برای همین پیامبر ببخشید الله در قرآن گشته و برگشته چی میگه؟ ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم. همیشه در وقت صحبت کردن، در وقت منازعه ها، اگر تلاش و زنازنی و کشاکشی هست چیزی دیگر هست، کافر رو کشتن در میدان جنگ مسئله دیگر، اما در مسئله حقیقت رو به یک نفر فهموندن، با او رو دشنام کردن و 1000 تا عیب او رو برویش گفتن و 1000 نمود طعنه کردن و 1000 سال اگرچه مثل آفتاب برایش دلیل بیارید هم قبول نمیکند، برای اینکه وای الکی میفهمد که مقصد شما او را پس زدن است و خود را بالا گرفتن است. و الله حتی چی میگوید؟ با یهود و نصرانی در وقت مجادله کردن با خوبی مجادله کن، اسلوب آدابانه. اکنون به مسلمان چه خیلی باید ما با اسلوب کنیم که چه خیلی گفته ایستادم، مصیبت امروزه این بی‌سوادها این است که گویا که یک بحث علمی میکنن و بحث علمی نه و بحث فقط حقارت و بی‌آدابی و بد اخلاقی و کلا خلاف سنت است. در دوامش میگوین ولا نجادل فی القرآن و نشهد انه کلام رب العالمین. و ما شهادت میدیم که قرآن کلام پروردگار عالمین است. نزل به روح الامین، آن را به پیامبر روح الامین جبرائیل فراورد. فعلمه سید المرسلین محمد صلی الله علیه و آله اجمعین. و به پیامبر قرآن را تعلیم داد. استاد پیامبر که بود جبرائیل بود. و هو کلام الله تعالی، و آن سخن الله است. لا یساویه شیء من کلام المخلوقین، یگان سخن انسان برابر قرآن نمی شود، هیچ چیز برابر قرآن نیست. ولا نقول بخلقی، اصلا ما قرآن مخلوق نمیگویم. چه خیلی میدانید از فتنه های اولی پیدا شده این چی بود که میگفتن قرآن مخلوق است، الله او را ساخته است، که یگان
صحابه پیامبر این رو نگفته بودند و حتی علمای آن زمان گفتند کسی میگوید قرآن مخلوق است، ساخته شده است، او از دین خارج می شود. ولا نخالف جماعت المسلمین، و ما در این مسئله جماعت علمای مسلمان ها رو اصلا مخالفت نمی کنیم که قرآن چی هست؟ کلام الله هست، کلام الله صفت الله هست و اصلا صفت الله را مسلمان مخلوق نمیگوید. و این از فتنه های بزرگ بود که بیچاره احمد ابن حنبل نزدیک بود بمیرند به خاطر اینکه در پا ایستادند و در یک قول که گفتند کلام الله هست، من اصلا مخلوق نمیگویم، که هم زندان شدن، هم چقدر شلاق خوردن و هم نزدیک بود بمیرند. حتی در وقت زمان فرزندان هارون الرشید و نبیره هایش که بعداً الحمدلله آنها هم از این قول گشتند. و این چیز الان الحمدلله تقریبا وجود ندارد، اما در همان زمان که در زمان امام طحاوی خیلی یکی از موضوعهای داغ بود، حتما در اینجا هم ذکر کردن. بعدا میگن ولن نکفر احدا من اهل القبله بذنب، و مایان مسلمان ها یگان اهل قبله رو به گناهش کافر نمیگویم، ما لم یستحله، اما دوامش میگن مادامی که او حلال نمیداند. یعنی اهل قبله خواهران عزیز، مسلمان بعضی میشود که گناهی کبیره میکند، بعضی میشود که به بعضی کارهای کفر دست میزند، اما اگر همون کارش رو، گناهش رو اقرار کرد، او گفت حلال نیست این، مثلا این چیزی من گناه است، من به نفسم زوری کردن نتوانستم، که در وقت محاکمه کردن آشکار می شود و کافر نیست. اما من عرق می نوشم، عرق حلال است، آیت است، من آیتت رو قبول ندارم، من زنا می کنم، کسی به من کردون نشود، آیت قرآن کریم است زنا حرام است، به من کسی کردون نشود، زنا برای من حلال است، این آدم از دین خارج است 100%. لیکن مسلمانی که عرق حرام است، حرامیش رو میداند و دست زد، یا گفتیم زنا حرام است میداند و دست زد، او فاسق است، به گناه کبیره دست زد، اما او رو ما کافر نمیگوییم. لا یضر مع الایمان ذنب لمن عمل، میگن انسانی که ایمان دارد هم ببخشید، ولا نقول، و نمیگوییم لا یضر مع الایمان ذنب لمن عمل، و اصلا نمیگوییم که آدمی که ایمان دارد گناه به او تاثیر ندارد، یعنی گناه ضرر نمیکنه، تو ایمان داری هر گناه رو بکن، این رو ما اصلا نمیگوییم. همینجا خواهران عزیز مسئله کلان عقیده شروع می شود که خیلی میخوام دقت دهید. اینجا دو گروه مشهور هستند که یک گروهشان امروز در بین تاجیک ها هم پیدا شده است، الحمدلله که بودنشان را الله آشکار کرده استاده است. یک گروهی که کافر گفتن برای آنها خیلی آسان است، همه را تقریبا میتوانند کافر گویند، مشرک گویند، مرتد گویند، دیگر و دیگرها گویند. اما باز یک گروه دیگر است که اینها هم سبحان الله در تاجیک های ما زیادند، میگویند وی لا اله الا الله محمد رسول الله گفت، هر کاری که کرد او مسلمان است. سبحان الله، بر علا در او کفر آشکار است. آن انسان اسلام را مسخره میکند، پیامبر را مسخره میکند، آیات ها را مسخره میکند. او حج رفت، با که او از حجش میدونیم که مسلمان است، او نامش نام اسلامی است، یا او کسی دیده است که نمازخوان است. یعنی یک گروه، یک نفر مادامی که لا اله الا الله محمد رسول الله گفت چی کار نکندن وی مسلمان میگویند، وی اصلا گویا از دین خارج نمی شود، مسلمان همین دائمی مسلمان میموند. لا اله الا الله گفتی، محمد رسول الله گفتی، خالیس تمام است، که اینها رو مرجعه میگویند که این گونه انسان ها هستند، یعنی با همین همه گناه برای آنها گویا حلال می شود. یک گروه هستند که خوارج یا تکفیری ها در حاضر زمان، یک نفر رو یک گناهش رو دیدن، یا گفتیم یگان کفر رو در او دیدن، تحقیق نکرده یا این کار رو برای چی کرد و نکرد در یک مسلمانی که مثلا 99% کارش درست است، از روی اسلام است، 1% خطا کرد، او رو یک باره به کفر میبرارن، که عیناً کار خوارج ها این است. یعنی یک مسلمان 99% در راه راست است و یک خطا کرد، اینها میگن او از دین بیرون شد، که این 100% خلاف اسلام است. یک گروه دیگر هستند که
99% یک انسان در کفر بوا هست، 1% در او بعض کلمه انشاءالله شنیده می شود یا الحمدلله یا شکر الله شنیده می شود، یا یک به خاطر چیه نمیدونم رفت از حج، یا گفتیم یک کسی او رو در نزد یگان ملا دید او رو میگن او مسلمان است. تمام. یعنی همین دو گروه هستن خواهران. اما اهل سنت و جماعت و شریعت مابین این دو هست. برای اون که اولا وقتی که ما میگوییم یگان مسلمان اصلا کافر نمی شود، این 100% خطا است. برای چی؟ برای اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین مسلمان ها در مدینه نفرانی بودند که از کافر بدتر بودند، منافقینی که به پیامبر اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله می گفتند و حتی به جهاد با پیامبر می رفتند، اما در دلشان ایمان به الله نداشتند و همیشه در انتظار آن بودند که کی می شود که یا همراه یهود یا همراه مشرکین ضربه بر پیامبر بزنیم، ضربه به پیامبر بزنیم و ضربه به مسلمان ها بزنیم. اینها چی هستن؟ از کافر هم بدتر، از کافر که با تو دشمنی دارد و انتظار تو را نابود کردن نه. اما منافقین مدینه از پی این بودن، اگرچه خود را مسلمان می گرفتن. یعنی در بین مسلمان ها این گونه نفرانی هم هست که ظاهرش فقط اسلام است، در قلبش اینقدر بدبینی نسبت اسلام دارد، نسبت مسلمان ها دارد که او فقط در انتظار فرصت است، اولین فرصت است که کفرش را بیان کند و برای مسلمان ها ضربه بزند، اگرچه برای اینکه رسوا نشود، برای اینکه میداند که برعلا من کافرم گفت یا برعلا دشمنیش را اعلان کرد، او نابود می شود، شرمنده در بین جماعت می شود، مسلمانیش را چی می کند؟ با زبان می گوید، اما در دل ایمان ندارد که اینها منافقین هستند که درباره صفات منافقین ان شاء الله صحبت می کنیم. اما چیزی دیگر هم هست خواهران عزیز. مسئله دیگر این است که یک مسلمان وقتی که برعلا مثلا گفت نماز را من قبول ندارم، اصلا نماز من قبول نمیکنم، آیت نماز را قبول نمیکنم، یا گفت مثلا حج دروغ است، حج نیست، این انسان تا 3 روز زندان می شود و به او گفته می شود توبه کن از این کارت، برگرد از این کلمه کفرت. اگر برنگشت و گردن زده می شود، او چی می شود؟ از دین خارج می شود. یعنی استتابه هست، معناش این است که یک نفر مسلمان را تو دیدی که حلال را حرام کرد، حرام را حلال کرد، یا اینکه برعلا آیت از آیت‌های قرآن را انکار کرد، در حالی که او چی هست؟ دیده و دانسته این را کرده است، یعنی دیوانه نیست. به یگان بیوز بعضا می شود که یک انسان بعضی چیزهای حلال را نفهمیده حرام میکند از روی بیسوادی، مسئله تماما دیگر است، انشالله بعدا میخونیم. اما دیده و دانسته این کار کننده ها، آنها را گفته میشه توبه کن وگرنه گردن زده میشوی، از دین خارج میشوی. این نه که نه لا اله الا الله محمد رسول الله گفتم کافی است، عرق هم برای من حلال است، بینمازی هم برای من حلال است، زنا هم برای من حلال است، من اصلا روزه نمیگیرم، این خیلی مسلمانی وجود ندارد. با یک لا اله الا الله محمد رسول الله اصلا مسلمانی وجود ندارد. حتما باید تو حلال را حلال و حرام را حرام بدانی و طبق آن زندگی کنی. و اینجا چیزی دیگر این است که وقتی که میگویند خواهران عزیز ما کافر نمیگوییم اهل قبله را با گناه، البته اینجا خیلی گفتم گروه هستن که چی میگویند انسان مسلمان اگر به گناهی کبیره دست زد او از دین خارج می شود. یعنی گویا که یک نفر وقتی زنا کرد او کلن از دین خارج می شود. اما در ما می داند که نفرانی به زنا دست زده از صحابه ها بودند، نفرانی از صحابه یعنی بودند شخصانی که عرق می نوشیدند. چیزی دیگر، دو چیزی اساسی رو باید در این مسئله جدا کنیم. وقتی گفتیم وقتی یک نفر زنا رو حلال میگوید از دین خارج می شود، اما یک نفر وقتی زنا رو حلال گفت تو یک باره کافر شده گفته می شود، یا اول می بینیم که این انسان از روی بیسوادی این رو گفت یا یک زبانش لغزید یا چیزی دیگر. برای اون که از بدترین گناه در اسلام این است که با یک نفر بگویی که تو کافری، یعنی با یک نفر مسلمانه که اون انسان چه خیلی گفتم کارهای از روی اسلام میکرده اش 80% است، یک به بعض گناه ها یا حتی به بعض از شرک دست زد یا زبانش به بعض از شرک رفت.
که آن هم آیا از روی دانستن و ندانستن کرد؟ برای اون که در تاجیکستان ما چه خیلی میدانید بعد از 70 سال حکم شوروی قریب که عالم نماند و کسی نماند که به مردم شرک را بفهماند، کفر را بفهماند، به مردم بگوید که این شرک است و این کفر است. پیرزن‌هایی که تا امروز خوجه خضر مدد کنند میگویند و پیرزن‌هایی که تا امروز ارواح ابو حنیفه مدد کنند میگویند، در عمرشون یگان نفر به آنها این گونه درس‌های عقیده داده نبود که یک بار ما آنها رو بگیم تو مشرکی، تو کلمه شرک را به زبان آورده، تو مشرکی. این چیزها رو برای گفتن باید حتما در وقت حکم کردن با او صحبت کرد و فهمیم که کی است و چی میگه. آره بعضی هستن که با آنها علاج عذر دادن نیست. یک اهل علم است، همه میدوند که او با مثلا اهل علم رفت و آمد دارد، باز هم یک شرک و کفر رو میکند. این مسئله معین است که این بدبخت در حقیقت دشمنی با اسلام دارد. اما نفرانی که آنها تا چی اندازه به این گپ گفتهشان 100% هستن، آیا از جهت نادانی میگویند یا از جهت اینکه کلا این کلمه به این کلمه عادت کردن یا چیز دیگر، این را نفهمیده یک باره همه اهل تاجیکستان را به کفر و شرک چگونه که امروز میبرارند نمیشود برآورده. و اینجا مسئله چه خیلی گفته، من همین حدیث را پیشتر در یک نوارم گفته بودم خواهران عزیز که از گناههای بدترین این است که به یک نفر بگویی تو کافر هستی در حالی که در کفر او تو شک داری یا اینکه کافر بودن او برای تو چی است هنوز معلوم نیست، فقط با شبهه هایی که خودت داری، با شبهه هایی که خودت داری یک نفر رو کافر گفتن یا یک نفر رو الله تو را اصلا نمی بخشد گفتن. که حدیث حسن میکنن حدیث را اهل علم و در سنن ابو داود از حدیث ابو هریره که وقتی دو برادر، یکی خیلی دیندار و اهل عبادت بود و دیگر تماما اهل عبادت نبود و فقط در گناه بود، همیشه برادری که اهل عبادت بود یا گفتیم تقوادار بود دیگر گناهگار را نصیحت میکرد که بس کن، دیگر توبه کن، دیگر به الله برگرد. تا وقتی که یک روز این هم از نصیحت این دلگیر می شود و میگوید الله تو را برای من چی فرشته موکل فرستاد، با همین معنی یعنی الله تو را به من وکیل فرستاد، اصلا به من چی کار داری تو از پای کارت شو، یعنی همیشه تو مراقب همیشه کارهای من نشو. که میگد اصلا تو رو الله نمی بخشد، یعنی از پیش خود چی میگد تو رو با همین گپت الله اصلا نمی بخشد. که پیامبر میگویند بعد از مرگ الله به این نفری که گفت تو رو اصلا الله نمی بخشد میگوید تو از کجا این رو گفتی؟ اکنت بی عالما، تو آیا میدونستی، یعنی تو این درجه علم داشتی که میدونستی که من کی رو میبخشم کی رو نمیبخشم؟ او کنت علی ما فی یدی قادرا، آیا هرچی که در دست من تو به اون قادر هستی، یعنی جنت و دوزخ من در دست تو است که تو کی رو خواهی میگویی الله تو رو به جنت میدرارد به دوزخ میدرارد. پس الله به آدم گناهگار میگوید تو به جنتم با رحمت من بره. و به این انسانی که نگاه کنید همیشه عبادت میکرد و نصیحت میکرد، فقط همین که زبان درازی کرد که الله تو رو نمیبخشد، از بجای الله حکم کرد، الله به او میگوید اذهبوا به الی النار، اذهبوا به الی النار، این رو بگیرید و به دوزخ ببرید. و در اینجا ابو هریره میگویند والذی نفسی بیده لتکلم بکلمه او بقت دنیاه و آخرته، این انسان تقوادار سخن گفت که نابود کرد دنیا و آخرتش را. یعنی یک نفر رو اصلا الله تو رو هدایت نمی کند، اصلا الله تو رو نمی بخشد. تو یک مشرکی هستی که دیگر به تو هیچ امید نیست گفتن، و یک مسلمان جایز نیست، حتی یک کافر را شاید الله هدایت کند خواهران عزیز. آره به کافر مرده دعا کردن تماما ممکن نیست، اما الله هدایتش کن، شاید که همین انسان هدایت مییابد و خوب شدن. گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم عمر رو دعا کرده بودند و الله اجابت کرد و عمر اهل دین شده بودند. و اینجا نفرانی هستند که خیلی گفتم اهل دین هستند، اما به یک گناههای دست زدن که شاید از روی خطاگی بود خواهران عزیز، شاید از روی خطاگی بود، شاید از روی به نفس خود زوری نکردن بود، حتی که بعضیشون کاری کردهشون کفر باشد یا بعضی کارهای کرده باشند که شرک باشد، اما
بعدن وقتی که اقرار میکنن یا گفتن ندانسته کردم من پشیمونم، ما حق نداریم بگیم تو مشرکی وقتی که اون انسان توبه کرد یا اون انسان عذرش را بیان کرد. چگونه که حدیث مشهور در بخاری است که انسانی که از ترس الله میگوید وقتی من میمیرم مرا سوزانید و خاکستر مرا حتی در شمال باد کنید که الله مرا جمع کرده جزا داده نتواند. و وقتی الله به او میگوید پس از جمع کردن تمام خاکستر جسم سوختش که چرا این کارو کردی، میگه من از ترس تو این کارو کردم پروردگار، من اینقدر گناهگار بودم که گفتم شاید من همین گناه باشم تو قادر نمیشوی که مرا جمع کنی. و شبهه کردن در قدرت الله این چی است؟ کفر است در قدرت الله. اما این که این انسان از روی یا نادانی گفتیم یا از روی تعویل کردن که همین گونه کنم من نابود شده میروم کرد، پروردگار او را میبخشد که حدیث در بخاری است. یعنی یک نفر یک کار کفر رو کرد یا یک کار شرک رو کرد، یک بار شتاب کفر شرک عیان یک طرف استاد، مصیبت کارهایی که اختلاف است که اون کار انسان رو از دین خارج میکند یا نه، ما میگیم نه او رو کافر نگفتی کافر میشوی. در روایت ها آمده است که احمد ابن حنبل بینماز را، انسان بینماز را کافر میگفتن، امام شافعی کافر نمیگفتن. اصلا امام احمد گفتگی نیستن که تو کافر رو کافر نگفتی کافر میشوی. نه، یک نفر در نزدی من کاری کردهش به من کفری بر الان نمایان نمیشود، به تو کویا کفر پیدا شد، تو باید دلیلت رو بیاری، من هم دلیلم رو، تو مجبور کردن نمیتوانی که تو اون کافر رو کافر نگفتی خودت کافر میشوی. مگر اینکه کافرهایی که الله و پیامبر آنها رو کافر گفتن، مثلا فرعون رو که الله هلاک کرد کافر گفت، کافر بود، ما مسلمان گفتیم از دین میبرایم اگر دیده و دانسته بریم که آیت رو این کار میکنیم. یا ابو جهل رو کسی مسلمان گفت یا ابو لهب رو که اینها کفرشان آشکار بود. پس خواهران عزیز اینجا نفران یا گفتیم شخصانی هستند که به کفر، یعنی یک مسلمان وقتی به کفر و به شرک دست میزند، آیا این کار رو حلال دانسته و دیده و دانسته زد یا اینکه از روی خطا زد یا از روی نادانی زد یا اینکه خود به این چیز یکم دلیل های پیدا کرد که خطا بود، حتما باید دانه. اینها رو ندانسته یک باره تو کافر شدی، تو مشرکی فلان کافر گفته نمیشود. علل خصوص زنده است، تو باید با او صحبت کنی و یک نفر رو کافر گفتن و مشرک گفتن هم کار هر یک انسان نیست. این کار اهل علم است که و در اسلام کار قاضی هست که قاضی او را چیکار میکند؟ تا 3 روز با او صحبت میکند و او مهلت میدهد. و مسئله دیگر اینجا هست که خواهران عزیز، وقتی ما گفتیم ما یک اهل قبله رو به خاطر گناهش کافر نمیگوییم، اما آیت است. الله میگوید مثلا و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، آنهایی که با حکم الله، با آن چیزی که الله نازل کرده است از قرآنش و از شریعتش حکم نمیکنن، آنها کافرند. یا پیامبر میگویند سباب المسلم فسوق و قتاله کفر، دشنام کردن یک مسلمان فسق است و کشتن یک مسلمان کفر است. یا در حدیث دیگر میگن بعد از من شما یکی کافر شوان بر نگردید که یک دیگر را بکشید، گردن یک دیگر را بزنید. و وقتی مسلمانی به برادرش میگوید ای کافر، یکی از آنها کافر میشوند. پس یا اینکه مثلا پیامبر میگویند بین مسلمان و بین ترک نماز کفر است، یعنی وقتی مسلمان نماز را ترک کرد کافر میشود. یا در حدیث دیگر میگن کسی که نزد فالبین یا جادوگر آمد و او را تصدیق کرد، یا مردی که همسرش را از عقب هم خوبگی میکند و در حقیقت به آن چیزی که به پیامبر آمد کافر شده است، که حدیث در سنن ابو داوود و ترمذی هست، یعنی در کتاب های سنن هست، ابن ماجه هم هست. اینجا یعنی پیامبر اینها را کفر گفته. در این مسئله چی میگویم؟ اویا یعنی مسلمانی که یک مسلمان دیگر را کشت او کافر میشود، یا یک مثلا یک حاکمی مسلمان بر آمد و گفت که من زیناکار را رجم نمی کنم، سنگسار نمی کنم، او با همین کارش کافر می شود. یعنی یک پادشاه مسلمان بر آمد و گفت من سنگسار نمی کنم. در شریعت خیلی می دانید جزای زیناگری که زن و شوهر دارن سنگتی کشتن است یا بریدن دستی دزد است، من این رو نمی کنم گفت. در این مسئله ها چی؟ اینجا خواهران عزیز
علما جدا میکنن کفر رو و میگوین اینجا کفرهای هست که کفرهای کفرون دون الکفر یا کفرهای هست که گناه از شدتش آن کفر است اما انسان را از دین خارج نمیکنند. چگونه که ایمان شاخه های زیاد دارد و پیامبر صلی الله علیه و سلم بالاترینش را چی میگویند جهاد است و پایانترینش مثلا یکی از شاخه هایش حتی از زمین خسروبه میگویم یا چی میگویم پرتوها رو یک طرف کردن است. یعنی چه خیلی که ایمان هم شاخه جدا می شود کفر هم همین گونه هست. و اینجا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم یا گفتیم الله اینها رو کفر گفت، علل خصوص مثلا مسئله کشتن برادر مسلمان را، این رو چی میگیم؟ این همون کفر نه که تو رو از دین خارج کند، این همون کفر نه که تو رو از دین خارج کند، بلکه این کفر عملی هست که این عملت کفر است اما ایمان در تو میموند مگر این رو تو حلال دانی، مگر اینکه تو همین کارت رو حلال دانی. یعنی یک مسلمان برای اینکه وقتی که مسلمان ها با همدیگر دست برداشته بودن یا گفتیم با یکدیگر کشی کرده بودن، در سوره حجرات الله چی میگه؟ و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. وقتی که دو طایفه مسلمان همدیگر رو برای کشتن برخستن، بین اینها اصلاح کنید. یعنی یکدیگر کشی آنها رو اصلا کافر نگفت الله، لیکن پیامبر میگویند کشتن یک مسلمان کفر است. یعنی این عملی کفری هست اما معنیش این نیست که تو رو از دین برآورد خارجت کند. چگونه که مثلا صحابه بود که پیامبر عرق رو لعنت کردن، اما صحابه بود که عرق می نوشید و زیاد او رو شلاق زده بودن، وقتی که او را بعضی صحابه ها لعنت میکنن پیامبر میگن او را لعنت نکنید که او الله و پیامبر را دوست میدارد. پس این عمل های هست که نامش در حدیث کفر هست، یعنی این کار کفر است اما کنندش رو کافر گفته نمیشود یک باره. بعضی کننده هایش هست که چه خیلی گفتم این کار برای من حلال، من اصلا قبول ندارم، آیت و حدیث رو میگوین که این انسان از دین برآمده است. وقتی که بر علا او هیچ قبول ندارد آیت و حدیث رو، بر علا گفتیم این کار میکند. اما بعضی هستن که میدونم این کار گناه هست و از بزرگی گناه چه خیلی گفتم کفر هم میگوین یا که کفری عملی هست اما در اعتقاد انسان در دینش هست. اما من از روی ضعیفی ایمانم این رو کردم. چه خیلی که مسلمانایی که بعضیشون به زنا دست دادن یا به عرق خوری دست دادن میگوین، این رو چی میگوین؟ این انسان رو کافر گفته نمی شود. و مسئله دیگر خواهران عزیز، یکی از مسئله های کلان جدالی این است که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. همین آیت سوره مائده است که الله چی میگه؟ و هر کسی که با اون چیزی که آیت 44 سوره مائده الله نازل کرده است حکم نمی کند او کافر است. که این رو گرفته تمامی مثلا اگر ما 56 تا عضو دولتی مسلمان داشته باشیم و گفتیم تقریبا 10-15 تاش رئیس هایش اگر اهل نماز باشد هم بعضی میگن همه اینها کافرن، یگان تاش مسلمان نیست، همش کافر است. و اینجا ابن ابی العیس همین مسئله رو خیلی خوشرو آوردگیان میگوین یک حاکم وقتی میگوید که حکم الله به ما لازم نیست، یعنی ما اون چیزی که در قرآن و سنت هست با آن عمل نمی کنیم برای اینکه گفتی من بالا هست میگوید، یعنی قانونی ما بالاتر از قانون شریعت میگوید، او به اتفاق مسلمان نیست، چون که حکم خود را بالاتر از حکم قانون خود را یا قانون انسان ها را بالاتر از قانون الله دانست. اما یک نفر وقتی میگوید قانون الله بالا است، من قوت ندارم که اون را جاری کنم. در صحیفه 493 شرح امام طحاوی سخن را می آورند که کلا من چیش را هم به اینجا به شما نشان میدم خواهرها، خودی متن را هم که یکی نگوین که شما بیرون از یعنی چیزی که میگید عموما گپای چی هست مرجئه ها هست یا اینکه از عقل خودت است. یکی میگن اما او وقتی میگوید نه حکم الله بالا هست و اما از جهت اینکه او خودش این کارو کرده نمیتواند، حکم های خودش رو میموند، حکم الله رو بالا نمیداند، او گناهگار است، فاسق است که با حکم الله حکم نمیکند. اما یک باره او رو کافر گفته نمیشود. یعنی نفرانی که میگویند آره زیناگر باید سنگسار شود، دست دزد بریده شود، اما
من همین کارو کرده نمیتوانم، من قوتم نمیرسد، جرأتم نمیرسد میگوید، این رو تو یک باره کافر نمیگویی. برعکس کسایی که میگن نه با ما این چیزها در کار نیست، قرآن کتابی 1400 سال پیش است، کهنه است، این گپا رو دیگر به بیابانی های عرب ما، نه تو داری با قرآن مسخره بازی میکنی که این گپت کفر است و تو چه اندازه این گپ رو گفته استاده، یعنی پا افشاری یا گفتیم تکبری بالای حکم الله و حکم قرآن رو وقتی میکنی تو اصلا از دین خارجی. اما گفتی نه من اینها رو قبول دارم و قوت ندارم یا میترسم یا کرده نمیتوانم، این انسان از این انسان چی میکند؟ فرق میکند. پس اینجا خواهران عزیز مسئله که در حدیث مثلا یا در آیت ها، خصوصا در حدیث ها میگوید که فلان کار کفر است، باید ببینیم که آیا معنایش این است که کننده این کار کافر شد با همین کارش، یا اینکه نه این گناهی بزرگی هست که از کفرهای تو رو از دینت خارج میکرده. نه، شاخه از شاخه های کفر است که تو با این گناهگار میشوی، باید توبه کنی و انشالله بعداً میخونیم که اهل توحید هم اهل قبله هم به گناه های کبیره دست میزنند. اگر توبه نکرده از دنیا رفتن، در آخرت در جهنم میسوزند، سپس به مقدار گناهشان سوخته میشوند و داخل جنت میشوند. یعنی اهل یک مسلمان هم خواهران عزیز، یک مسلمان هم به گناه کبیره دست میزند و حتی گاهی به شرک و به کفر دست میزند. در حکم کردن دویده حکم نمی کنید، مگر اینکه حالتهای استثنایی هست که شما دیگر یگان عذر داده نمیتوانید به یک نفری که چه خیلی گفتم، نه در شرکش و نه در کفرش از کسی یگان خجالتی ندارد و میفخرد و به او یگان جای عذر دادن نیست. اما نفرانی که عذر داده می شود یا شبهه داریم، حتما باید اول فهمید و بعداً به او حکم کرد که یک و یک باره به یک خطاگی یک نفر رو در یک کلمه صحبتش از نوار گرفته. چه خیلی که به نزدیک شیخ پردیل رو همین گونه کرده بودن. سبحان الله، یک عالمی که این همه سال از کودکی ما با صدای پردیل کلان شدگی هستیم. الله حفظ کنه تمام اهل حق و آنهایی که خالصانه به الله دعوت میکنن. یکی در جای گفتن برادران تشیع یا برادران شیعه، دیگر گفتن نه این آدم با همین کارش از دین برآمد. این آدم تمام اون به خاطر الله و به دین الله حرکت کرد، دعوت کرد، تا امروز دعوت میکند. اون هم در کشوری که همه حکومت و مردم میدونه دشمن اهل سنت هستند، توی به یک کلمش میگیری اون رو از دین خارج میکنی. یا اینکه مثلا درباره یوسف قرضاوی هم الله رحمت و مغفرت کند، عالم بزرگ اهل سنت و جماعت، چه خیلی میدونید کتاب‌هایی که ایشان نوشتگن حتی شمارش به انسان رفته رسیده نمیتواند. در جای هموطنانی نمیدونم مسیحی رو چیزی آنها رو هم برادر گفتن، چیزی گفتن که دیگر کفری قرضاوی گویان این دوسته کودک که اینها یک ورق کتاب نوشته نمیتواند، کفری ایشان نمیبرارد. یا مثلا یک عالم دیگر رو، چه ما عالمای خودمون باشه، مثلا ایشان تو جان گویم یا گفتیم ایشان نوریدین جان گویم، اینها باشن که اینها دعوت کردن یکی در جملهشون خطاگی شد. که خواهران عزیز در تمام علما یگان خطاگی شما میابید. امام نووی در مسئله های زیاد درباره ید الله و درباره الله در بالا بودن جمله های گفتگی هستند که اون جمله ها رو مثلا در عقیده اهل سنت و جماعت خلاف میبرد، یعنی مائلی به اشعری هست، یا امام قرطبی هم یا امام نووی هم یا گفتیم ابن حجر عسقلانی هم صاحب کتاب فتح الباری، اینها رو کسی کافر نگفت که ما با همین یک جملهش رو گیریم و یک آدمی که 80 سال و 70 سال و 60 سال و 40 سال خدمت بدین کرد به یک خطاگیش که اون خطاگی رو از کدام جهت کرد هنوز نکفتم، بگم این کافر است، این مشرک است. این رو گوش نکنید که حاضر دعوتگرا رو هم عیناً همین گونه میکنن که باید از الله بترسید، باید از الله در این مسئله بترسید. جنت در دست ما نیست، دوزخ در دست ما نیست که هر کی رو خواستیم با تو کافر گفتن داخل دوزخش کنیم و با تو دیگر اهل توحید گفتن داخل جنت کنیم. وگرنه همون حدیث ابو داود می شود که
پروردگار نکرده روز قیامت پروردگار شرمنده ما نکند که آیا تو بودی که در دست جنت من بود که کسی رو خواستی میگفتی الله تو رو نمیبخشد یا میبخشد. این مسئله خیلی جدی است. مسئله مسیحی، مسئله یهودی، مسئله یک منافقی که دیده استادید حجاب رو شب روز با حجاب میجنگد، با قرآن الله میجنگد، مسخره میکند مسجد رو، مسخره میکند ریش پیامبر رو، مسخره میکند زنگیری پیامبر رو. اینها از دین خارجن. اما یک نفره که او دعوتگر به دین است یا یک نفره که ما در او همیشه قال الله قال رسول شنیدیم، مردم رو به راه راست دعوت کردن رو دیدیم، یکی اگر چه شرکی باشدم یک کلمه یا کفری باشدم شنیدیم، باید اول بدونیم که چرا این رو گفت، سببش رو کوبیم که نخود بعد 99 راستی کاری کردهش یا خطاش رو گیریم و او رو از دین خارج کنیم. این بود خواهران عزیز. اگرچه مسئله خیلی وسیع هست، یک علاج کردم ملخص کردم درس امروزه ما. الله نصیب کرده باشد باز دیگر موضوع ها را بعد از این در درس های دیگر دوام میدیم. حالا سوالتون باشد بفرمایید.